من یه عینک کو ما خریدیمش از عینک فروشی و همونجا بیمش میکنی. بیمش که میکنی دیگه خیالت راحته. بعد حالا توی چند مدت بسیار کوتاهی که خریدیم دوبار نامه سیما اومد. حالا نامش میخوام بیام. این نامه نوشته که آقا از عینکتون راضی هستین، عینکتون برای شما مناسبه، هیچ مشکلی شما پیش نیورده. خلاصه اینجور چیزا. بعد گفته که اگر که ازش راضی نیستیم ما بدون هیچ گونه سوالی از شما پس میگیریم. اگرم میبینیم موردی داره قابل اسلام ما با کمال میل برای شما اصلاح میکنیم. بعدم در پایانش نوشته شما دو چشم دارید، ما خودمون رو مسئول اون دو چشم شما میبینیم. برای ما دو چشم شما مهمه، نه فروش عینک ما. الله اکبر، الله اکبر. یه عینک خریدی شرمندت کرد.